خب سلام. خوش اومدیم به این ویدیو از دوره آموزش HTML CSS اپیزود تقریبا سوم. البته این چهارمین ویدیو حساب میشه، ولی خب ما از ویدیو اول شروع نکردیم، بیشتر توضیحات اینا دادیم. از اپیزود دوم شروع کردیم، در از این اپیزود سوم انگاری حساب میشه، ولی ویدیو چهارممونه دیگه. به هر حال تو این جلسه میخوایم که با تگ های بیشتری آشنا بشیم، تگ های مثل هدر و تگ هایی که به لیست ها مربوطن. حالا توضیح میدم لیست ها چیه. و بی آر که جلسه قبل با هم صحبتش رو کردیم، میخوایم یکم بیشتر دربارش بدونیم و یه مروری بشه در موردش و بعضی نکات دیگر هم یاد بگیریم و کار کنیم. خب همونطور که میبینید توی محیط VS Code هستیم. همونطور که می‌بینید یه HTML5 داکیومنتش رو وا می‌کنیم و اینجا میایم که شروع کنیم. خب اولین چیزی که می‌خوایم با هم کار کنیم تگ هدر هستش. اصلا هدر چیه؟ ببینید هدر توی معنی کلامی به معنی تیتره، به معنی سر یه چیزیه و این توی معنای کلامیه، این به سر کلمه هست، ولی توی HTML این مبحث مربوط میشه به هدر سایت، یعنی اون اول سایت، جایی که سایت شروع میشه. مثلا بذارید من بتونم به شما نشون بدم. ببینم اگه اجازه به من بدید یه مکسی بکنم براتون پیدا کنم. خب من برگشتم. واقعیتش دسترسی به اینترنتم خیلی ضعیفه، نتونستم سایتی پیدا کنم، ولی خب اه، البته اگه تونستم توی ادیت این ویدیو یه عکسی رو قرار میدم و بهتون توضیح میدم. ببینید سایت ها اگه دقت کرده باشید، اون قسمت بالا لوگوها، اون اه، به اصطلاح منوهایی که میاد یا اون ستونایی که درست میشه، اون چیزایی که اون بالاست، اون تصویر زمینهش، اون جور چیزا، اونا اکثرا همش در تگ معنی یا سمنتیک به اصطلاح المنت هدر هستن، یعنی سر اون سایت ما هستن، تیتر اون سایت ما هستن و ما اونا رو توی تگ هدر قرار میدیم و تگ هدر کاربردش در همینه. و یه نمونه‌ای هم الان بهتون نشون خواهم داد که اینو بهتون به اصطلاح میگم. تگ هدر کلا همون تیتر سایته، یعنی خیلی چیزایی که تو اون سر سایت استفاده میشه تو همون هدر ما قرارش میدیم. خب الان ببینید مثلا تگ هدر یه تگ باز و بسته هم هست. مثلا ما اینجا میایم یه H4 قرار میدیم، مثلا آسیا. فکر کنم اشتباه زده. تگ H و آسیا. ای بابا نمیدونم داستان چرا اینجوری میشه. خب این H4. خب باید بیایم این بر این غیر فعال شد. بله درست شد. خب آسیا. خب اینجا ما الان بذارید من اینو وا کنم ex.html. خب من الان اینجا یه بروز، البته باید اینجا یه سیو کنم. الان درست شد. خب ببینید اینجا ما یک h داریم، یه هدر داریم، یه تیتر داریم با سایز 4 داخل یک بخش هدر. ببینید بخش هدر، الان بذارید پاک کنم ببینید هیچ چی دیده نمیشه توش. بخش هدر
به تنهایی اگه توش هیچی نباشه چیزی اینجا نمیتونیم تو سند HTML مون ببینیم. یعنی یک نوع معنای خاصی داره، هم برای سئو سایتمون که موتور جستجوگر اونو میفهمه، هم برای مثلا اون فهم و به اصطلاح دانشی که انسان ها دارن و چیزی که درک میکنن، و در همون حد دسته‌بندیش که از به اصطلاح از HTML5 به بعد اومده و به اصطلاح کاربردی شده. اینا قبل از اون با دایو همه این کارا رو میشد کرد. این هدر به خاطر این تگای معنایی اومدن که یکم بتونن درک ما رو بهتر کنن تو این رابطه. و یعنی هیچ چیزی نداره به صورت خالی همینجوری که میبینید اینجا هیچی تو سند ما نداره، مگه اینکه چیزی ما اینجا وارد کنیم مثل اون H4 که من وارد کردم و همین. چیز عجیب دیگه ای نداره. و اینکه مثلا یه H4 بزنم، یه نمونه براتون بنویسم، مثلا cars، مثلا این ماشین، بعد بیایم اینجا از لیست ها استفاده. اول یه صحبتی در موردش بکنم لیستا رو. ببینید لیستا توی به اصطلاح سایت ها همون منوهایی این که شما میبینید، همون به اصطلاح البته منوها یکم داستانش فرق میکنه، همون گزینه هایی که شما به صورت ردیفی حالا یا افقی یا عمودی شما تو سایت میبینید ترتیب بندی دارن، حالا یا بدون ترتیب هستن. اون قسمت هایی که این حالتی میبینید و بهشون ما میگیم لیست ها. حالا لیست ها خودشون انواع اقسام دارن. اینجا ما میخوایم با دو نوع از این لیست ها آشنا بشیم، تنها نوع از اونها که یک OL هستن یا order list و یکشون UL هست یعنی on order list، یا به قول گفتنی همون سفارشی شده یا و غیر سفارشی شده. بذار دارم بهتون نشون میدم. ببینید OL تگ باز و بسته است. ما از LI استفاده میکنیم یا همون لیست آیتم، اون بخشایی که میخوایم درونش قرار بدیم. این لیست آیتم ها زیادن، میتونیم چیزای خیلی زیاد قرار بدیم. مثلا یا OL داریم، چیو مثلا مثال بزنم، رنگ ها مثلا توش هستن، بلو LI، رد مثلا و بلک و بلک. خب این از OL مون. حالا UL هم اینجا من بنویسم بعد بهتون توضیح بدم. همین لیست آیتم رو بیاریم، مثلا اینجا رد بنویسم، همون رنگ رو می‌نویسم، زیاد فرق نمیکنه چی باشه، بلو و بلک. لیست آیتم رو بزنم و بعد بلک. خب یه سیو بکنم بعد براتون توضیح بدم داستان چقدر. ببینید این همون اچ مون یا اچ 4 مون همون هدرمونه که داخل اون بخش هدر قرار دادیم همه اینا رو. هدر که بهتون گفتم اچ 4 هم که میدونید. میریم سراغ لیست ها. ببینید او ال ها که اینجا مشاهده میکنید یه بخش کلی داخلش ال آی یا لیست آیتم هستن. لیست آیتم هستن اول بگیم چی لیست آیتم ها، یعنی اون بخش هایی که اون لیستمون میخواد مثلا قرار بگیره که میتونیم خیلی تعدادی از اینا استفاده کنیم، یا به قولی همون بخش قسمت های اون لیستمون هستن، اون اعضای لیستمون هستن که بهشون میگیم لیست آیتم. با تگ ال آی اونا رو نشون میدیم که اونا هم حالا به تنهایی بهتون نشون میدم چه شکلیه. ببینید اینجا اگه مشاهده کنید یک عدد اومده، یه نقطه اومده و اون کلمه که ما نوشتیم. قسمت پایینترشون نقطه نیست و اینجا به صورت شکل اومده نه ترتیب و عددی. قضیه در همین جاست. ببینید OL یا order list همون لیست های سفارشی هن. به ترتیب میان، از ترتیب 1 2 3 میان.
حالا اینا میتونن صفت‌های اتریبیوت‌هایی داخل همین تگ بگیرن که قبلا بهتون یک معرفی کوتاهی کردم. گفتم که این اتریبیوت چی هن، ولی خب نگفتم اونجوری به اون صورت. و اینجا آن اوردر لیستن، یعنی به صورت غیر سفارشی هن. یعنی ترتیبی ندارن. مثلا شکل اینا هم که با CSS بعدا یاد خواهید گرفت میشه تغییر داد تا شکل اینا رو. ببینید اینجا به صورت 1 2 3 ترتیب داره، اینجا به صورت هیچی ترتیبی نداره. فرق OL با UL همینه. حالا بذارین لیست آیتم ها رو هم بهتون نشون بدم خالی چه شکلی میشه. همینجوری یه حروفی بنویسم من. خب که سیو بکنیم. اینا به این صورته. تنها فرقی که داره یه مقدار از گوشه سندمون به اصطلاح که این تو اینا فاصله داره، تو این نزدیک چسبیده و به اصطلاح یه نقطه‌ای هم داره دیگه که این همون آن اوردر لیست میمونه. لیست آیتم یعنی همین، چیز خاصی نداره. این از این. و مسئله ای که اینجا هست، اوردر لیستا یا OLA میتونیم ما بعضی خاصیت ها رو هم بهشون بدیم که همون اتریبیوت ها و ویژگی ها صفت ها. اولیش استارت هستش. اونجایی که میدونید استارت یعنی شروع کردن دیگه. این اتریبیوت صفت، اتریبیوت ها صفت هم که خاصیت هایی هستند که ما میتونیم به اون تگمون بدیم که اول اون نوشته میشه که رنگ بینی آبی کم رنگ داره، یه مساوی و دو تا دابل کوتیشنه، فقط هم دابل کوتیشن. ما اون مقدارمون رو داخل می‌نویسیم، یعنی یه به اصطلاح اتریبیوت داریم و یه ولیو هم داخلش قرار میگیره. حالا این با اینا آشنا خواهید شد. ما اینجا میتونیم به صورت عدد بنویسیم. مثلا اینجا می‌نویسیم از 20 مثلا 5 شروع شو. اینجا به صورت دیفالت از 1 شروع شده، ولی ما بهش میگیم از 25 شروع شو. ببینید 25 26 27 25 شروع میشه. استارت یعنی از کجا شروع بشه. خب این از این. و بذارید یه چیز دیگه هم نشونتون بدم. این از استارت بود. و تایپ هم که بخوام بهتون بگم، همونجوری که می‌بینید یه توضیحاتی هم اینجا نوشته شده. الان بهتون میگم. تایپ رو که میزنید ببینید اینجا حدود 5 تا اینا مقدار هستش. یه 1 میبینید که همون مقدار عددیه، یعنی از 1 شروع میکنه. همون مقدار دیفالت دیگه. اینجا هم اگه مشاهده کنید همونه، میبینید هیچ فرقی نکرد. بعد یه مقدار A بزرگ داریم، یعنی کپیتالایز میکنه، حروفمون رو بزرگ میکنه. ببینید از A B C، از A و B و C بزرگ استفاده کرده اینجا. مقدار بعدی A کوچیکه، یعنی از همون حروف کوچیک استفاده میکنه. A B C فقط کپیتالایز نشده. و اینجا یک آی داریم، این عدد رومی هستش. میتونید شما از عدد رومی استفاده کنید، همین که میبینید. زیاد البته کاربرد نداره، ولی خب استفاده میشن. و اینجا یه آی دارید. این آی هم الان بهتون میگم داستانش چیه. این آی هم یه نوع حالت، چجوری بگم، بذارید رو از خود راهنمایی توضیح بدم. ببینیم اینجا خب گفته کوچک شده به اصطلاح، آره دیگه، lower case roman numerals. آره numerals یعنی کوچک شده همین حروف یونانی هستش. شما اینجا تو اولی که بهتون شدم به صورت یه آیه بزرگ میدیدی کنار هم. اینا
حروف حروف که نمیشه گفت، اعداد رومی کپیتالایز شده است انگار. ولی موقعی که شما این آیه کوچیک رو میدی، اون حروف رومی چیز یعنی اعداد رومی کوچکتره داری نشون میدی، نوشته شده به صورت کوچیکتر، لوور کیس شده اینجوری مثلا. و همین چیز خاص دیگه هم نداره. و همین. این از OL و UL و LI که داخلش هستش. استارت و به قولی گفتنی تایپ هم توضیح دادم. LI به تنهایی هم گفتم. هدر هم که دیگه گفتم. اچ هم که دیگه اچه. و تو این جلسه میخواستیم هدر رو یاد بگیریم و لیست ها رو یاد بگیریم. لیست ها دیگه چیزی بیشتر از این ندارن. البته یه بخشی هم هست اونم توضیح میدیم، زیاد کاربردی نداره ولی من توضیح میدم بهتون. ببینید اونم مربوط به همین لیست است. دی دی یه اشتباه نکنم یا نه دی ال باید باشه. دی ال description لیست، یعنی لیست توضیحات. این هم همین او ال و یو ال میمونه برای توضیحاته. یه ما دی تی داریم description title، مثلا ما اینجا میگیم cars ماشین ها. یه دی دی داریم description data، مثلا BMW. خب الان ما اینجا ببینید cars یعنی ماشین ها. اینجا ببینید یه انگاری 4 تا اسپیس داده اومده جلو، اون دیتا اون نوشته. اینم یه نوع از لیست ها هستش ولی زیاد خب کاربردی نداره. DL یا description list، description title و description data. این هم چیز همچین مثلا خفنی نیست. بیارم که بهتون توضیح داده بودم دیگه. دوباره یه مرور میکنیم. یه دونه تگ بیار اینو میبندیم اینجا. نشد که بشه بیار و سیو. ببینید این لورم ایب زوم نمیدونم داله، این همچین به اصطلاح چرت و پرتی. یه کلمه دیگه می‌خواست درم در بره. همچین چرت و پرتی. و بعدش هم که یه بی آر زدیم یا همون بریک یا شکستن، بعد اون قسمت بعدی رو اومده صفحه. اگه اینو ما نزنیم، یعنی کاربردش اینه که میشکنه دیگه، خط رو میشکنه میده سطر بعدی. اگه اینو ما نزنیم ببینید برمیگرده روی یه سطر. و شما هر چقدر خودتو به اصطلاح اذیت کنی، کلمه چیزش استفاده میکنیم، اینجا هیچ اتفاقی نمیافته. بیا همونه، هیچ فرقی نمیکنه. شما بی آر باید بریک با این تگ باید خطاتون رو بدید به اصطلاح سطر بعدی. فهم میشه اینجوری. و اینم از این. خب هدر رو یاد گرفتیم، بی آر رو یاد گرفتیم که از قبل یه چیزایی گفته بودم، زیاد چیز سختی نبود. هدر و بی آر رو یاد گرفتیم، لیست ها رو یاد گرفتیم، او ال و یو ال و دی ال که چیز نبود که داخلش دی تی بود و دی دی بود و لیست آیتم یا ال آی هم یاد گرفتیم. اتریبیوت ها رو هم تا حدودی یکی دو تاشو یاد گرفتیم در مورد با لیست ها که میشد استارت و تایپ. استارت این بود که از کجا شروع کنه، تایپ یعنی که چه نوعی اون به اصطلاح لیستامون رو ترتیب بندی کنه. و H4 هم که اینجا استفاده کردیم که از قبل یاد گرفته بودیم. و اینکه دیگه چیزی نمیمونه، از همون اول هم میخواستیم
هدر یاد بگیریم، بی آر یاد بگیریم و لیست ها رو یاد بگیریم که هم هدر رو یاد گرفتیم، هم بی آر رو یاد گرفتیم و هم لیست ها رو یاد گرفتیم که هدر چیز خاصی نداشت، لیست ها خیلی مفصل تر بود و بی آر هم که اصلا کلا هیچ. یه دوتا چیزم میخوام اینجا توی اینجا رو میخوام دیگه پاک کنم چون چیز خاصی نداریم. البته نه، بذار باشه، بذار باشه بهتره. خب اینجا خب یه دو تا ابزاری شما داری، یعنی یه ابزاری داری که همه جانب است. یعنی شما اگه میخوای با HTML CSS یه طراحی سایت انجام بدی باید این ابزار استفاده کنی، یعنی خیلی کار راحت تر میشه دیگه، یعنی به نفع خودته. کنترل شیفت از زمان میگیری، سی رو میزنی و شما اینجا یک بخشی برات باز میشه که شما میتونی اینجا کارت رو راحت تر کنی که تحت عنوان اینسپکتور هم بهش میگن. شما میتونی اینجا به اصطلاح کارت رو راحت تر کنی، میتونی تغییرات ایجاد کنی بدون اینکه اون تغییر رو سندت به صورت دائمی اعمال بشه و اینجا میتونی استایل بدی یا CSS و اینجا میتونی کدت رو تغییر بدی و در همین حد بدونید بعدا کار باهاش رو بیشتر یاد میگیریم، همه این چیزایی که توش هستن و یاد میگیریم چیه، چی کار میکنه و چه کاری انجام میده. شما یه نگاهی بهش بندازی ولی من تو قسمت های بعدی بیشتر توضیح میدم در موردش. و اینم از این. یه چیز دیگه هم هست، view page source. شما اینجا میتونید کدتون رو تماشا کنید، نگاه کنید. اگه اینجا خب ما اسپیسی داشته باشیم، بذارید من اینجا یه تستی بکنم. ببینید اینجا این هستش، ببینید اسپیس دادم تا دلت بخواد. تو قضیه اصلی این هیچ فرقی ایجاد نمیشه ولی اینجا یه سیو بکنم این اینترا معلوم شده، البته اسپیس اینترا معلوم شده. خب ما اینجا به قول گفتنی کدتو ببینید، یه اسمش هست دیگه view page source، میتونی سورس کدتو اینجا ببینی. احساس میکنم تایم ویدیو هم خیلی دیگه زیاد شده و دیگه بس حرفی نمیمونه. تا قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار، حتما هم تمرین کنید. فعلا